الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 82 از آموزش توحید است و در این حلقه نیز عملهایی که از توحید الوهیت است و انجام دادنش به غیر الله شرک اکبر است به شما ذکر کرده می شود. در حلقه گذشته به شما الصدقه و التصدیق و الصدق بیان گشت، لیکن یک چیزی را می خواهم عقیدتاً که مسئله بزرگ است اضافه بکنم. این صدقه کردن بر منافقین، بر مرتدین، بر طواغیت و به کفار است. امروز بسیار مسلمان ها از عقیده دورند، عقیده را خوب نمی فهمند. از همین جهت می بینید که به طاغوت دارند کمک می کنند و همین را صدقه هم می حسابند و گمان می کنند که این یک خیر است و ثواب است و کاری بزرگ است، والعیاذ بالله، بلکه این کفر است. کمک کردن طاغوت ها به مانند دستگیری کردن حکومت های طاغوتی، کمک کردن اونها در حالت هایی که به شما محتاج می شود، کمک های مادی و بعضی از کارهایی که باید طاغوت ها انجام بدهد به جای اونها خیزدو یک کسی که خود را مسلمان میگد انجام بدهد، با مانند درست کردن راه ها و غیره و غیره، و بعد از این بگوید که این صدقه است. این البته صدقه نیست، این ثواب نیست، این گمراهی است، کمک کردنی طاغوت ها است. با این کارکنهای طاغوت بیناها ساختن و به اونها هدیه کردن و به خانواده اونها هدیه کردن و صدقه دادن و این یگان ثواب ندارد و این کمک کردن بر طاغوت ها این کفر است. پس اگر در حقیقت مسلمان باشی، از این نمودی کمک کردنی طاغوت ها، منافقین دستکش. اگر خواهی که بنده الله باشی، خواهی که بریزاگی الله سبحانه و تعالی برسی. این بود یک نکته. و بعد از این بیان میکنیم که اسلام و ایمان البته این بزرگترین عمل است. اسلام یعنی چی؟ الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرك و اهله. استسلام شدن یعنی تسلیم شدن به الله در توحیدها، یعنی توحیدها را اقرار کردن و تصدیق کردن و قبول کردن و عمل کردن، دانستن و عمل کردن و آموختن. برای اون که توحید را اگر نه آموزید چگونه عمل میکنید؟ چیزی که نمیدونید، چیزی که در ذهن شما نیست، عمل هم وجود ندارد. اصل این علم است و بعد از این عمل است. برای همین است که الله سبحانه و تعالی گفت فاعلم انه لا اله الا الله فاستغفر لذنبك. اول بدان، بیاموز، بفهمین که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی توحید رو بیاموز و بعد از این استغفر الله بگو، توبه بکن. پس اسلام این تسلیم شدن به تمام نمود توحید، توحیدی
ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، توحید متابعت، توحید الحکم، توحید الدعا و دیگر نمودهای توحید که در زیر این توحید ربوبیت یا الوهیت است. و انقیاد له بالطاعه و پابرجا بودن در طاعت و در اطاعت الله سبحانه و تعالی و براءت من الشرک و براءت جستن و ترک کردن و بیزار جستن و دور شدن از شرک و باطل دانستن شرک و کفر دانستن شرک و اهلی و از اهل شرک، براءت جستن از اهل شرک. انا براء منکم، براءت جستن اهل شرک از شرک پیش می ایستد، از اهل شرک، از اهل کفر، از اهل طاغوت پرست ها، از اهل منافقین و کفار و مرتدین براءت جستن، یعنی عقیده اونها رو باطل گفتن، همین موقفی که اونها دارند همین رو باطل دانستن، این رو کفر و شرک دانستن و به اونها دوستی و رفاقت و مهربانی نکردن، بلکه غلیظی و ترک کردن اونها. انمین است اسلام. معنای اسلام الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءت من الشرک و اهله، تسلیم شدن به الله در توحید و انقیاد کردن با انجام دادن عمل، یعنی عملهایی که الله سبحانه و تعالی امر کرده است که باید انجام بدیم انجام دادن، و براءت جستن از شرک و مشرکین. البته اسلام این بزرگترین عبادت است، یعنی تسلیم شدن به الله. پس تسلیم شدن به غیر الله، تسلیم شدن به غیر توحید، اطاعت کردن و انقیاد کردن به غیر الله، براءت نجستن از مشرکین، براءت نجستن از شرک، این همه اش کفر است و شرک است. پس اسلام رو مخالصا لله باید انجام بدیم. وقتی که میگوید که من مسلمانم باید خالصا لله باشد، مسلمانی فقط نام نباشد. پدرم مسلمان بود من مسلمان نباید باشد. شما باید با خبر باشید که کلمه اسلام چیست. یگانه دینی که الله قبول میکنه این اسلام است. پس باید شما با خبر باشید، باید اسلام شما به خاطر الله باشد و اسلام شما همان اسلامی باشد که الله و رسولش خواسته باشد. اسلام شما همچنین اسلامی باشد که الله و رسولش در قرآن و سنت بیان کرده باشد، نه همان اسلامی که امروز والعیاذ بالله میگد ما در دین اسلام هستیم، دین ما اسلام است، ما مسلمان هستیم. میبینید که اصلا در دیگر دین است، دینی نوی ساخته است، اما نامش رو با اسلام میگد. اسلامی که اسلام دموکراتی، اسلامی که حرام های الله را حلال و حلال های الله را حرام، اسلامی که این مشرکین دعوا میکنن اسلام سکولاریسم علمانی، اسلامی که در اون اقتصاد اسلامی وجود ندارد، سیاست اسلامی وجود ندارد، اسلامی که در اون توحید وجود ندارد. پس این اسلامی که الله رسول میخواد این اسلام نیست. پس دین شما اسلام نیست، دین شما شرک است، دین شما عباد القبور است. پس ببینید که اسلام آوردن این از توحیدی الوهیت است. کسی که اسلام نمی آورد پس البته شرک آورده است. ایمان هم این چنین بزرگترین عمل است و بزرگترین عبادت است که باید به الله انجام داده شد. ایمان شما به الله، به رسولش، به کتابهایش، به ملائکه ها، به جنت و جهنم، به روز آخرت بالکل و به تقدیر نیکی و بدی. و باید با خبر باشید که اصلا ایمان در نزد اهل سنت و الجماعت چگونه است. الایمان قول و عمل و اعتقاد یزید و ینقص. از جهت پیدایشش 5 رکن دارد، یعنی از 5 ایمان به وجود می آید. از سخن زبان، عمل زبان، سخن دل، عمل دل و عمل جسم.
و هر یک این 5 جایی که ایمان به وجود میاد به خودش رکن ها دارد. رکن زبان گفتن لا اله الا الله. رکن دل به 2 قسم تقسیم میشد. قول دل، این رکن های 6 گانه ایمان که میگند الایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و قدر خیر و شر. این رکنی یکی از رکن های به وجود آمدن ایمان. یعنی این 6 رکنی که است فقط رکن قول قلب است. عمل قلب دیگر رکن دارد. خوف، رجا، توکل، اینها عمل های قلب است و اینها رکن های قلبی است. و عمل جسم که رکن دارد، نماز، زکات. پس این عمل ها باید به الله سبحانه و تعالی انجام داده شد. الله میگه و اسلموا له در سوره زمر آیه 54. یعنی به الله تسلیم بشوید. آیا امروز هست از اهل بدعت که به همین یک آیت سوره زمر 54 عمل کند؟ و اسلموا له. به هزارها اهل بدعت می نشینیم به خاطر دعوتش، به خاطر بحث و مناظره و مناقشه از قرآن و سنت حجت را میرسانی، قبول ندارد. پس و اسلموا له کجا شد؟ به الله تسلیم شوید. امروز به چی؟ به قرآن تسلیم بشوید، به سنت تسلیم بشوید. قرآن و سنت را به فهم صحابگان، تابعین، سلف این امت رضی الله عنهم بفهمید. اما خودت را مسلمان بگویی، تسلیم به قرآن نشوی، به سنت نشوی، پس تو مسلمان نیستی و این دعوت دروغین است. یک زن بگوید که من مسلمانم اما حجاب نمی پوشم، پس کافر است. زیرا که یکی از واجبات الله امر کرده را انکار کرده شده است. یک کسی بگوید که من مسلمانم اما دولت مردم سالار دموکراتی علمانی و لیبرالی و سکولاریسم را انکار نمی کنم، خوب است میگه، پس کافر مشرک است. الله در سوره زخرف آیه 69 میگه الذين آمنوا بآیاتنا و كانوا مسلمین. آنهایی که ایمان آوردند به آیات های ما و از جمله مسلمین بودند. یعنی سخنهای الله را و رسولش را شنیدند و گوش کردند و باور کردند و اقرار کردند و تصدیق کردند و تسلیم شدند و عمل کردند. بارک الله فیکم. امروز مشکلی اساسی و سخت‌ترین پرابلمی که امت اسلام دارد این تسلیم 100% نشدن به قرآن و سنت است. این عمل نکردن به همین 2 کلمه و اسلموا له، تسلیم شوید به او الله یگانه سبحانه و تعالی. انمین است که تمام مشکلی به وجود میاد. امروز طالب علم ها میبینیم تسلیم به توحید نشده اند، تسلیم به توحید متابعت، تسلیم به توحید حکم نشده اند، تسلیم به توحید طاعت، تسلیم به توحید تشریع، به رکنهای توحید ربوبیت تسلیم نشدند از سبب جهل. و بعد از این میبرند مقابل طالب علم اهل سنت و الجماعت و به طالب علم اهل سنت و الجماعت طعنه ها میزنند و خوارج یا که متشدد و وهابی و غیره. مشکلی در خودش هست که و اسلموا له را عمل نکرده است. به بعضی از قرآن ایمان آورده و بعضی دیگرش را ترک کرده، به بعضی از سنت ایمان آورده و بعضی دیگرش را ترک کرده، یا که قرآن و سنت را به فهم خودش فهمیده یا به فهم اهل بدعت فهمیده. انمین مشکلی اساسی ترین است. 2 مشکلی، یا بعضی از قرآن و سنت را میگیرد و بعضیش را ترک میکند، یا قرآن و سنت را به فهم خودش یا به فهم اهل بدعت میفهمد. اگر این 2 مشکلی نابود شود امت عزت مییابد. پس برادران و خواهران عزیزم، شما از جمله اینچنین گمراهان نباشید. اسلام شما، ایمان شما به خاطر الله باشد، نه به خاطر دنیا، نه به خاطر به دست آوردن عزت و شهرت، نه به خاطر به دست آوردن پول و مال دنیا، نه به خاطر عرف و عادت، بلکه به خاطر الله رب العزت والجلال که یگانه است، شریکی ندارد، میشنود و میبیند، رحمان و رحیم است، اما جبار است و قهار است.
موحدین را نجات میدهد، مشرکین و کفار و مرتدین را ابدالابد به جهنم میگذارد. پس اسلام شما باید به همین الله باشد. وقتی که شما اسلامتون به الله شد، همه گفته های او را و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم را قبول، اقرار، تصدیق و با فهم سلف امت میفهمید. بارک الله فیکم. و عبادت دیگری که تنها باید به الله انجام داده شود، این طاعت، اطاعت کردن. و علما میگن ولی استجابت کردن، یعنی گفته ها را قبول کردن و بجا آوردن. والمسارعه والتنافس فی الخیر، مسابقه کردن و پیش جویی کردن در عملهای خیر. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 132 میگوید و اطیعوا الله، و الله را اطاعت بکنید. یگانه ذاتی که مطلقاً اطاعت کرده می شود این الله است. و بعد از این فرستاده الله محمد صلی الله علیه و سلم است که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم باز میگردد به الله سبحانه و تعالی. چرا به رسول الله اطاعت میکنیم مطلق؟ برای اون که گفته های رسول الله، زندگی رسول الله، منهج رسول الله همه از الله است. و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى. پس اطاعت شما از الله باشد. برای همین است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق انما الطاعت فی المعروف. به انسان، به کسی اطاعت کرده نمی شود در حالتی که شما را به معصیت الله می برد. همان وقت به کسی اطاعت کرده، به انسان ها اطاعت کرده می شود که شما را در اساس قرآن و سنت دعوت بکند. پس چی برسد به مشرکین، به کفار، به مرتدین و منافقین که شما را همیشه به شرک و کفر دعوت میکنند؟ به اونها اصلا اطاعتی وجود ندارد. اونها اگر حاکم باشد اونها ولی الامر نیست، اونها مرتد و کافر است. اینها ولی الامر مشرکین است، اینها ولی الامر طاغوت پرستان و جهمی ها است. پس اطاعت از الله است و این عبادت است و این از توحید است. یک زن به شوهر خودش تا کدام حد باید اطاعت بکند؟ تا حدی که مخالفتی قرآن و سنت نباشد، تا حدی که مخالف به الله و رسولش نباشد، تا حدی به شوهر یک زن اطاعت میکند که مخالفت شریعت نباشد. بله رسول الله گفتند اگر زن نمازش را 5 وقت بخواند، ایمان به الله و رسول بیارد، 5 وقت نمازش را بخواند، روزش را بدارد و شوهرش را اطاعت بکند، داخل جنت میشد. اما مطلقا نیست. شوهر را مطلق در همه چیز در معصیت الله اطاعت کردن نیست. اگر شوهر زن را امر کرد به یک کاری که مخالف شریعت است، به کشیدن حجاب، به نخوانیدن نماز، به پوشیدن لباسهای تنگ و این زمانوی کفری نفاقی، والعیاذ بالله، در این حالت به زن واجب است که مخالف کند به شوهرش. و این چنین اگر پدر و مادر شما را از اسلام باز داشتند یا امر کردند به کاری بده، شما اطاعت نمیکنید. اما امروز خصوصا در ملت مسلمان، در بین مسلمان های ملت تاجیک میبینیم که بالخصوص آسیای مرکزی و در درون آسیای مرکزی سخترینش تاجیکا احترام پدر و مادر را، اطاعت پدر و مادر را به اطاعت الله برابر کردند. الله میگوید که نماز خوان، پدر و مادر نخوان، گوید میپرتند. پدر و مادر را الله گفته است که احترام بکنید، قدرش را به جا بیاورید، اما پدر و مادر به درجه نه اینکه به درجه الله و رسول برآورده شود و اطاعت پدر و مادر از اطاعت الله پیش باشد. والعیاذ بالله. شما به این دنیا به خاطر توحید را انجام دادن آمدید، به خاطر اینکه الله را اطاعت کنید آمدید، نه به خاطر چیزی دیگری. الله در سوره دیگر میگوید استجیبوا لله وللرسول
ای مؤمن ها، ای انسان ها، به این دعوتی که الله و رسول شما را میکند اجابت بکنید. به الله و رسول اجابت بکنید. قرآن در نزد شما وجود دارد، سنت رسول الله وجود دارد، پس اجابت بکنید، قبول بکنید، عمل بکنید. شما را چی می‌دارد؟ غیر از نفاق، غیر از کفر، غیر از اعراض، روی گردانیدن و اعراض کردن از دین، چیزی دیگری شما را نمی‌دارد. همه شرایط مهیا است برای فهمیدن دین. این عصری منتشر شدن دین است، عصری منتشر شدن عقیده است. الله سبحانه و تعالی چقدر این تکنولوژی رو پیش برده است تا که دینش پیش رود، تا که به همه حجت برسد. حجت به همه امروز رسیده است. هیچ کسی عذر در نزد الله سبحانه و تعالی ندارد که بگوید که من جاهل بودم و نفهمیدم. هیچ کسی جاهل نموند. امروز همه جاهل نیست. چرا؟ برای اون که در دستش تلفن وجود دارد، اینترنت وجود دارد. حتما همه میداند که دین وجود دارد، اسلام است. و البته این چنین میداند که مذهب اهل سنت در جماعت وجود دارد. قبول نکرد، پس ولا یلومن الا نفسه، ملامت نکند بجز نفس خودش رو. الله میگه اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون در سوره مومنون 61. یعنی مومن ها کسانی هستند که با کار خیر مسابقت میکنند. چگونه که قصه های صحابگان به شما معروف است، قصه ابوبکر و عمر رضی الله عنهم. حضرت عمر میگن که همیشه ابوبکر صدیق در همه کار خیر از من پیش بود و روز بعد از شنیدن یک امر رسول الله شتافتم تا که از ابوبکر صدیق امر رسول الله را پیشتر اجابت بکنم. اما وقتی که به نزد رسول الله پول مالم را آورده بودم، دیدم که ابوبکر صدیق از نزد رسول الله بیرون می رود و تمام پول مالش را به نزد رسول الله گذاشته است. من نصف پول مالم را، او تمام پول مالش را. ببینید، هم در اولین فرصت انجام میدادند، هم با بهترین صورت انجام میدادند. و این البته صفت مؤمنین است. پس این عبادت است. امروز مردم در فریبکاری، در دروغگویی، در دزدی، در نیرنگبازی از همدیگر مسابقت میکنند. اما در کار خیر، سبحان الله، آدمی که کار خیر را انجام میدهد، به خاطر دین کوشش میکند، فدا میشود، اون را والعیاذ بالله شاید گمراه بگویند. چرا؟ که ایمان ندارند. پس احتیاط باشید و این عملها را مسابقه کردن در راه خیر، اطاعت و استجابت، همه این را به الله انجام بدهید. بارک الله فیکم. و یکی از عملهای دیگری که عبادت است